درود بینندگان عزیز، برنامه درخشان سفره است برای معرفی استعدادها. امروز در جمهوری تاجیکستان کودکان و نورسان و جوانان صاحب لیاقت خیلی زیاد هستند که با استعداد فوق‌العاده خود البته در عرصه بین‌المللی پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند می‌بردارند. این نوبت کوشش کردیم گروه ایجادی نورس موفقی که در المپیاد بین‌المللی شرکت ورزیده آبرو و نفوذ تاجیکستان عزیز را بلند برداشته است به برنامه دعوت کنیم. بیایید با یک گفتگوی صمیمی قهرمان برنامه را استقبال می‌گیریم. بینندگان عزیز، شما برنامه درخشان را تماشا میکنید. یادداشت میشیم که برنامه درخشان از جانب اداره تلویزیون و رادیو ولایتی سوخت با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت تهیه و پیشنهاد مردم میگردد و هر نفری که دارای استعداد و هنری فوق‌العاده است میتواند در برنامه شرکت ورزیده صاحب انهمی جایزه زیبای برنامه درخشان گردد. شما رو به برنامه خوش آمدید میگم. خب در آغاز میخواستم شکل برنامه آزاد است، آزاد باشید و در اطراف استعداد و هنری شما که امروز در روند تحصیل دارید صحبت میکنیم. خود را برای بینندگان عزیز معرفی کنید. من بهرامزاده محمد، خواننده صف نهم مؤسسه تعلیمی خصوصی لیسه اینواسیون جوانی. من گیرنده استیپندی شهری خوجند و گیرنده استیپندی پرزیدنتی غالب یک قطار آزمون المپیادهای شهری و ولایتی جمهوری و بین‌المللی میباشم. خب امروز بینندگان عزیز محمد جان رو با اون خاطر دعوت کردیم که بسیار جوانی موفق است و در جاده علم آموختن امروز به دستاوردهای زیاد هم نائل گردیده است. این هم باشد اشتراک در المپیادهای هم وطنی و هم بین المللی. همین خیلی است. خب امروز روی میز برنامه بینندگان عزیز تمام دستاورد چندین ساله محمد جان است که در روند تعلیم و تربیه البته به دست آورده است و شمارهشون چند عدد است؟ 20 عدد است. 20 عدد دستاورد دارید که این البته از مدال ها آغاز میکنیم تا جایزه و دیپلم و سپاسنامه ها. بله. خب برای انا همین مشرف گردیدن به گیرنده استیپندی پرزیدنتی خواننده باید چی لیاقت چی استعداد داشته باشد یا بهای خوب و علا داشته باشد؟ چگونه است؟ خواننده باید نثر خواند، کتاب خواند، حقوق داند، از همه بسیار درس و نقص خواند. امروز در مؤسسه تعلیمی که شما تحصیل میکنید چون میدونیم شناسنامه هر یک خواننده این روزنامه است. بله. روزنامه تان همش بهاش 5. بله. 4 نداره؟ نه. خب امروز برای انا همین از خود کردن تمامی فنها در مؤسسه تعلیم شما شرایط است؟ امروز در مؤسسه ما همه چی را داریم. الکترونی دستگاه، کتابخانه الکترونی، همه چی جاری کرده شده است. خب یعنی که در مؤسسه شما همه شرایط هست و تنها خواننده رو ضرور است که از همین شرایط‌های مساعد استفاده برده تحصیل کنند و به دستاوردها نائل گردند. امروز چی لیاقت دارید شما؟ لیاقت شما اشتراک در المپیادهای وطنی و بین المللی از کدام فن؟ من در المپیادا از فن زبان انگلیسی اشتراک میکنم. از فن زبان انگلیسی اشتراک میکنید. امروز بغیر از زبان انگلیسی باز کدام زبان‌های خارجی رو میدونید؟ انگلیسی، روسی، حوزه زبان خطایی آموخته ایستادم. زبان خطایی آموخته ایستادید. خب در همین جاده به دست آوردن جایزه ها و دیپلم ها یعنی موفق شدن در المپیاد به شما کی کمک میکند؟ اولا به من مادرم کمک میکردن، من زبان انگلیسی می‌آموختن. آن پیش میستر توبیاس بودن، صنف 5 صنف 6 و 7 میستر برایمون بودن. حوزه طول یک سال است که میستر کینگسلی بعد از درس من پیشون دعوت میکنن، ما قدیشان زبان انگلیسی می‌آموزیم. یعنی که آموزگاران خارجی نیست در مؤسسه تعلیمی شما هستند که در روند تعلیم شما رو به المپیاد آماده میکنن. خب امروز به برنامه بینندگان عزیز قهرمان برنامه همچون خواننده فعال گیرنده استیپندی پرزیدنتی هستند و هم رئیس شهر خوجند هستید. هم استیپندی شهر خوجند نمایش داده نیستند و همزمان اینجا افتخارنامه و سپاسنامه‌های خیلی زیاد آوردید. در المپیادهای وطنی چی؟ در کدام المپیاد اشتراک کرده هستید؟ در المپیادهای وطنی من از همین سال سر کردم اشتراک کردن. همین سال ماه نوامبر من از المپیاد شهری گذشتم به ولایتی رخصت گرفتم. از فن زبان انگلیسی. یعنی که زبان رو آوردید محض به زبان انگلیسی چون گفته در
آزمون المپیادهای وطنی اشتراک میکنید. اینجا یک چند دیپلم های درجه 2 3 با خود آورده است که برای اشغال جای دوم در آزمون ولایتی رسمی بهترین در موضوع کشور عزیزم تاجیکستان. یعنی شما لیاقت رسم کشی هم دارید؟ من از صنف 4 و 5 رسم کشی را آغاز کردم و یکی در المپیادا رسم میکشم. من جای یک گرفتم در المپیادی روسیه رسم کشی یوری الکسیویچ گاگارین. خب در کدام المپیاده ها اشتراک کرده؟ به کدام دولت ها سفر کرده؟ من در المپیادی انگلیس، گرمانیا، آذربایجان، ترکیه اشتراک کردم. اشتراک کردید. خب جایهای چند رو سزاوار گردیدید؟ 1 2 3 جایهای نمایان سزاوار گشتم. خب کیفیتتون وقتی که جای 1 رو میگرفتید چگونه بود و جای 3 یا که جا نمیگرفتید چگونه میشد؟ وقتی که جای 1 میگرفتید چه خیلی میشد؟ وقتی که جای 1 میگرفتم من خیلی خوشحال میشدم و پرچم تاجیکستان رو بلند میبرداشتم. وقتی که جا نمیگرفتید خیلی رو افسرده بشدم. و به خود چی مقصد میگذاشته؟ من به خود مقصد میگذاشتم که از این سال اشتراک کرده جای نمایان رو سزاوار گردم. بهترین لحظه هایی که به انمون سفری المپیادا میرفتید و در خاطر هست کدام بهترین لحظه ها بود؟ از همه بهترین لحظه آن است که من در المپیاد انگلیس شهر لندن اشتراک کرده بودم در المپیاد زبان از فن زبان انگلیسی و در آنجا در بین 70 دولت و 1000 نفر خوانندگان در غالیبان نام من هم برآمد بهرامزاده محمد گفته و من خیلی خوشحال شده پرچم تاجیکستان را بلند برداشتم. آفرین. چون گفتید زبان خارجی رو خوب میدونم و همزمان زبان روسی، انگلیسی و خطایی رو از خود کرده استودید و اینجا بهترین دوستی که شما رو در جاده زندگی در جاده تحصیل همراهی میکند و از برد و باخت شما در روند تحصیل برخوردار است این کی است؟ من با شریف فروزان این همصنفی من هست که ما از صنف حفید دوست هستیم و ما هر دومون هر روز به مکتب میآییم یک جا میشینیم به درس ها تیاری میبینیم و به المپیادا هم همچون تیاری میبینیم. دوستتان گفتن که در وقتهای خالگی همراه دانشمندان مؤسسه یعنی که همصنفان جمع میشوید و برای آموختن زبان خارجی شما کمک میکنید، همین طور است؟ البته بعد از درس ها ما یک ساعتی نمایان رو میگیریم و با خوانندگان زبان انگلیسی ما می‌آموزیم. از چی آغاز میکنید؟ اگر بگیم که نفری که آغاز کردن از زبان انگلیسی رو از چی باید آغاز کند؟ اون باید از کلمه ها آغاز کند، باید کلمه ایجاد کند. اول از 1000 تا 2000 کلمه انگلیسی باید داند. یعنی که لغت رو از خود کردن، نه؟ بله. لغت. از شخصا شما چند هزار لغت از خود کرده میدونید؟ من خودم از 7 تا 8000 لغت از خود کردم. من شریف زاده فروزان خواننده لیسه انیماسیون جهانی و بهرامزاده محمد همصنفی من میباشد، دوستی نزدیکترین من میباشد. ما با او چند المپیادا را اشتراک کردیم بین المللی، بعد در جمهوری المپیادا را اشتراک کردیم و در وقت‌های خالگی با بهرامزاده محمد خان تمرین جسمانی مشغول میشیم، به کتابخانه میریم، به سیر و گشت میبریم. یک خصلتی که ناز دارد کسانی که زبان انگلیسی نمیدونند با آنها یاری میدهد، با آنها یاری میدهد زبان انگلیسی را میآموزاند. مکتب، سکول میشود، خواننده، استودنت میشود، پدر، فازر، بیبی کلون، گرینفازر، گریمازه باشد. مملکت چی میشود؟ مملکت کانتری. کانتری میشود. باید در وصف اهمیت تاجیکستانی عزیز و محبوب یک چی بگم یک ترانه پیشنهاد کنید، یک لوحه پیشنهاد کنید در وصفش یک سخنهای خوب گوید با زبان انگلیسی میشود؟ با زبان انگلیسی بعدا ترجمه میکنید که چی گفتید؟ میشود؟ میشود. مرحمت. Tajikistan is a very beautiful country. The capital of Tajikistan is Dushanbe city. Dushanbe is a very beautiful city. I live in Khujan, and the 93% of Tajikistan is mountains. We also have a big oceans.
تاجیکستان خیلی شهر دولتی کلان است، خیلی دولتی زیبا است. پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه است. تاجیکستان ولی من در خوجند زندگی میکنم. تاجیکستان 93% تاجیکستان این کوه است و تاجیکستان خیلی دایره های کلان دارد. آفرین. بهترین لحظه که در سفر شما رو کدام لحظه است؟ بهترین لحظه اون است که ما در انگلیس المپیاد اشتراک کردیم و من با همراهی معلمم میستر سروش نقشه داشتیم که به بازی فولخ و لیورپول رویم به استادیوم کروین کاتج. ما از جای نشستمون برآمدیم، به الکتریک کشیدیم، 6 ساعت تا همون استادیوم راه رفتیم، لیکن افسوس به بازی درآمده نتونستیم. من خیلی راه افتاده شدم، ولی معلمم میستر سروش گفتن که راه افتاده نشو، همینجا میایستیم تا بازی تموم شده نشه ما میپاییم و بازیگران لیورپول میبرن تو آنها رو میبینی گفتن و بازیگران لیورپول برآمدن و آنها به من امضا موندن، به فوتبالکی من امضا موندن. وقتی که به میکرواتوبوس می نشستن شما چی گفتید؟ آنها رو داشتید چی گفتید؟ معلم آنها گپ زدن و آنها به من امضا موندن. این امضای خاروی الوت است، این امضای داروین نونیس است، این امضای محمد صلاح است و این امضای لوئیس دیاز است. لوئیس دیاز. یعنی که به شما مشرف شد که با ستاره‌های فوتبالی دسته لیورپول واخورید و سوی دست آنها رو گرفت و همزمان یک و آنها به من توپ پدر کردن. یعنی که یک توپ توفه کردن که از همون چمپیونات هستن. احسن. I am Kingsley, an English teacher at Javoni Lyceum School. Accomplished many tasks assigned to them as a group. نام من کینگسلی، من آموزگاری لیسه جوانی می باشم. نسبت بهرامزاده محمد من این گونه گفتنی هستم. دوام 2 سال من بهرامزاده محمد را همچون طلبه فعال، دانشمند، زیرک میشناسم. بهرامزاده محمد از طرف طلبگان و البته استادان همون لیسه احترام کرده می شوند برای آنکه در سرداری بهرامزاده محمد همسبقاش، همسینفاش و یک چند قله‌های نظررسی همون موفقیت رو به دست آوردند. من همچون آموزگار بهرامزاده محمد این جوان رو آیندهش رو درخشان می‌بینم. Over this period of years, I've taught him in the class. من کوشش می‌کنم همه فن‌ها رو نقص خونم، باباهای خوب الله خونم و بعد از درس‌ها من به ربات سازی و سملات سازی مشغولم. با همراهی یک چند نفر بچه‌ها ما ربات می‌سازیم، سملات می‌سازیم. خیلی به من این مقبول است. از روی نقشه می‌سازیم و از کامپیوتر پروگرامی می‌کنیم برای آنکه ربات یگان کار کند، یگان کار رو اجرا کند. یعنی که اداره کنی ربات طریق کامپیوتر است. بله. که این یگان پیوندی دارد. بله، چریز وای فای ما خوش می‌کنیم و رو با نوتبوک خوش می‌کنیم و پروگرامی رو می‌کنیم. یعنی که برنامه سازی کرده اون رو پیوست میکنید و طریق کامپیوتر اداره میکنید. خب از انا همین ربات هایی که ساخته در محفل اویامدلی اشتراک میکنید به یگان آزمون یا المپیاد اشتراک کرده؟ بله، من به المپیادی به شهر گرمانی در المپیادی ربات تکنیک رفتم. ما یک گروه بچه‌ها بودیم 4 نفر، 2 کس ربات میساختن و من اون رو معرفی میکردم با زبان انگلیسی و ما جای یک گرفتیم. اگه شما پریزنتاسیون میکردید معرفیگری انا همون دستاوردی خواننده که میخواست ربات رو معرفی کند شما معرفی میکردید. امروز برای از خود کردن همه فنها در مؤسسه تعلیم شما شرایط مهیا کرده شده است. به فکر شما امروز جوانان و نورسانی که میخوان در آزمون المپیاد شرکت ورزیده صاحب دستاورد شوند، همچون یک نفری که تجربه زیاد دارید برای دست آوردن همین گونه جایزه ها، چی پیشنهاد میدید، چی مصلحت میدید؟ اونها باید از چی آغاز کنند؟ خوانندگان باید اولا زبان مادری خود را، زبان تاجیکی را باید 100% از خود کنند. بعد از آن آنها باید زبان انگلیسی را از خود کنند. برای آنکه به المپیادهای بین‌المللی رفتن تو باید زبان انگلیسی را دانی. آنها باید لغت ایجاد کنند، کتاب خوانند، حکایه‌های ایجاد کنند. خب امروز شما کوشش نکردید که بار هم به
آزمون‌های وطنی یگان فروغ سپیدانوی باشد اشتراک کنید، چون امروز 3 آزمون‌های وطنی عمل میکند که خوانندگان و نورسان، جوانان، تمام قشر جامعه اشتراک میکنند. نیت نکرده؟ ما مصلحت کرده ایستادیم که با همراهی اشرف جواهر به آزمون فروغ سپیدانوی اشتراک کنم. از کدام نومیناسیون؟ ادبیات معاصر باشد ها؟ بله، از ادبیات معاصر باشد. در نومیناسیون ادبیات معاصر. خب بیاید در وصف چی یک شعری تاجیکانه میخونید؟ ما جوانان قلب بیداری وطن، صف به صف هر روز در کاری وطن، ما عوض کردن نمیخواهیم هیچ، با گلی ملکی دیگر خاری وطن. من شخصا آموزگاری نمین بهرامزاده محمد خان دایر به دستاوردهای این خواننده موفقمان صحبت دایر می نماییم. او در مؤسسه در صنف 9 تحصیل می کند و بسیار جوان فعال و پرتکاپو است و پیوسته زبانهای خارجی را می آموزد و من شخصا از فن زبان دولتی برای او تعلیم می دهم و همچون راهبر صنف وقتی که در ساعتهای تربوی می درایم و برای ایشان درس می گویم، او همچون سردار بسیار تشبسکار، بسیار فعال و بسیار خواننده ها را دستگیری می کند و یک خصوصیت برتری بهرامزاده محمد خان همین است که او پیوسته کوشش می کند که آبرو و شرف و اعتبار هم مؤسسه و هم وطن عزیزش را در سطح بین المللی معرفی نماید. خب اینجا درباره 20 عدد مثلا سپاسنامه، افتخارنامه و همزمان چند مدال دارد اینجا؟ 20 مدال. 20 مدال که برای اشغال در المپیاد جاهای یکم، دوم و سوم البته برای شما سپرده شده است. بینندگان عزیز، اینجا منظور شما میگردد و همزمان اینجا خیلی دیپلم های زیاد، افتخارنامه های زیاد دارید که برای دستاورد شما است. این جایزه از کجا است؟ از فیلینگ بی است. این جایزه از آذربایجان است. اونجا به یک حکایه میداد، تو باید این حکایه را ایجاد کنی، از خود کنی و باید به آنها گفتی. که در اینجا شما صاحب جایی نمایان گردیدید و این سرتیفیکات برای چی است؟ من در همین تاجیکستان در آزمون آنلاینی کپرنیکوس در از فن فیزیک گفتم این جای 3 است. جای 3 است. اونجا شما چیکار میکردید؟ اونجا سوال‌ها از فن فیزیک آمده بودن، من آنها رو ABC بود و این توریش رو انتخاب میکردم. یعنی که اونجا البته تست بود که جواب درستش رو شما انتخاب میکردید و صاحب جای چندم شدید؟ 3. و اینجا همزمان دیپلم پروی استپنی. این در المپیاد روسیه بود. ما باید رسم کشته میدادیم. رسم بهترین درباره یوری الکسیویچ گاگارین رسم کشتن کار بود. اولین کیهان‌آور. بله، اون رو رسم گرفتیم و با اونها میپرداختیم. در اینجا جای چندم شدید؟ جای یکم گرفتم در اینجا. احسن. و این سرتیفیکات برای چی است؟ این سرتیفیکات هم در همین جا است. با المپیاد پخش آنلاین اشتراک کردم از فن زبان انگلیسی VMI و من در اینجا جای یک اشغال کردم. احسن، آفرین. و همین گونه بینندگان عزیز سرتیفیکات و دیپلم هایی که محمد جان اشتراک کرده است منظور میگردد. اینش چی؟ اینش من به ترکیه شهر انتالیا رفته بودم. در آنجا با زبان انگلیسی جای اشتراک کرده بودم و جای نمایان را اشغال کردم. خب وابسته نه تنها برای انگلیسی، برای دیگر مثلا فن ها اشتراک کردگی دیپلم در همین جا هست؟ بله بله. این دیپلم از فن از المپیاد آیمکس از فن زبانی از فن متماتیکا، از فن ریاضی است که یعنی که شما با فن فیزیک، شیمیا، متماتیکا یعنی فن ریاضی میل و رغبت زیاد دارید و پیوسته در این سمت هم با المپیاد ها اشتراک میکنید. مشکلیش در چی بود؟ مشکلی اشتراک در این المپیاد باید مثال های خیلی داشته بود. یعنی که مسئله های مشکل داشت که باید حل و فصل کنید باشد. حالا با کدام المپیاد آمادگی میبینید؟ حالا با المپیاد امریکا کپرنیکوس آمادگی میبینم. ما در ماه ایول یا ایول به امریکا سفر میکنیم. خیلی معلمان و دوستان ما به امریکا میرویم. چند نفر میروید؟ 5-6 نفر.
در همین آزمون در همین المپیاد به ما میستر کینگسلی یاری میکنن و به همین آزمون ما رو آماده میکنن. خب امروز ما میدونیم که در تاجیکستان صاحب استقلال صلح استقلالیت حکم فرما است و این سرچشمه همه خوشبختی مردم است و برکت استقلالیت است که کودکان نورسان و جوانان ما در عرصه بین المللی چی در جدای ورزش باشد، علم باشد، فرهنگ باشد، صنعت باشد، پرچم جمهوری تاجیکستان رو بلند میبردارند که این حسی وطن دوستی ما رو البته زیاد میکند. در نوبت شما که امروز تمام شرایط مهیا است، از خود میکنید علم رو به المپیادا میرید، چی گفتنی هستید؟ جواباً به همه این غمخواری پیشوای موازی ملت ما کوشش میکنیم با بهای خوب و اعلی و رفتاری نمونه‌ای تحصیل ما را ادامه داده آینده در رشد پیشرفته کشوری عزیزم تاجیکستان خدمت خواهیم کرد. من میخواهم با بهای خوب و اعلی تحصیل ما را ادا کرده به قرض شهروندی به خدمت حربی روم و بعد از اون که از خدمت میآیم من میخواهم که به دانشگاه‌های عالی رفته خونده بعد از آن متخصصی ورزیده شده آمده به خلق و وطنم خدمت کنم. بهرامزاده محمد خان فرزند کلونی من می باشد. تمام خصوصیت هایی که یعنی محمد خان همین روی آوردنش به علم در آن است که ما در عائله باباش، بیبیش، من، پدرش آموزگار هستیم. فکر میکنم همین فضای عائلوی، فضای خانوادگی محمد خان را به روی آوردن به همین علم و اشتراک کردن به المپیاده های بین المللی و داخل کشور راهنمایی کرد. تمام موفقیت های محمد خان را از صلح و ثبات، استقلالیت و تمام شرایط های امروزه که مهیا است از این میبینم و البته که همچون والدین، همچون مادر، همچون آموزگار منتداری خود را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان بیان میکنم که امروز برای خوانندگان تمام شرایط ها مهیا می باشد. تمنا میکنیم که من بعد دستاورد محمد جان در جدای علم و عموما در مجموع در زندگی زیاد گردد. یک نورس و جوانی موفق، وطن دوست، صاحب خیرات با ادب گردیده در جدای خدمت به وطن، خدمت به همین مملکت عزیزمان تاجیکستان محبوب یک انسان خوب میشوید، صاحب کسب میشوید، صاحب هنر میشوید و باقی در جدای علم باشد موفقیت های بی‌نظیر شماره همین دیپلم ها و مدال ها زیاد گردد. باقی برای شما موفقیت خواهانم. بینندگان عزیز، یادرس میشیم که برنامه درخشان از جانب اداره تلویزیون و رادیوی ولایتی سوخت در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت تهیه و پیشنهاد بینندگان عزیز میگردد. اگر شما دارای لیاقت و استعداد فوق‌العاده در کدام نمودی هنر نباشد داشته باشید، می توانید به عنوان برنامه مراجعت کنید. ما البته صفحه رمزی برنامه را در شبکه‌های اجتماعی هم فیسبوک و هم اینستاگرام جای دادیم که شما می توانید وارد گردیده درخواست خود را بذارید یا که بر رقم تلفنی که حالا برای شما نمودار است زنگ زنید. ما کوشش میکنیم شما را به برنامه دعوت کنیم. خب این لحظه من میخواستم جایزه برنامه درخشان رو برای شما تقدیم کنم. مرحمت. من minnatdori خودم را به تلویزیون ولایتی سوخت میرسانم که مرا به همین برنامه دعوت کردند و صاحب جایزه برنامه درخشان گردیدم.